شما همه چی رو میذاری برای خود آیندت و مصرف نمی‌کنی، خرج نمی‌کنی. بعضی از خسیس‌ها مینن اصلا الان خوش نمیگذرونی که برای روز بعد و اون روز بعد متاسفانه هیچ وقت نمیرسه. این اساس کتاب مقاله است که در اسلاید 78 داریم. Repenting Hyperopia. هایپروپیا یعنی دیگه خیلی دور رو میبینه. میوپیا یعنی نزدیک بینه. مثلا میگن معتادا میوپیا دارن، فقط پولشون رو همین الان خرج میکنن، دیگه فکر این نیست که خب ماه بعد باید چیکار کنیم. یا این بچه‌هایی که تکانه‌ای اند، خویشتن‌داری ندارن، ولی اون ورش هم بده. هایپروپیا اینقدر داری برای آیندت پس‌انداز میکنی، الان خرج نمیکنی، الان لذت نمیبری، الان به خودت سخت میگیری، الان خودتو نمیبخشی، الان توی تله کمال طلبی گیر کردی و اتفاقی که میفته اینه که میری جلوتر حسرت عجیبی میگیرد و کم کم احساس پوچی میکنی. حالا این احساس پوچی با چی بستگی داره؟ یه کتاب خوب دیگه هست، اسلاید 79 داریم، Life in 3 Dimensions. اینم فکر کنم 2025 بله. شیگهیرو اویشی. و این معتقده که ببین اگر خیلی به آینده موکول کنی، خیلی الان رو فدای پسنداز آیندت بکنی، دوچار کاهش قنای زندگی میشی. Psychologically Rich Life Questionnaire در اسلاید شماره 80 اینو میبینید. این اسلاید، این پرسشنامه رو با خودتون تست کنید. ارقامش قشنگه. زندگی من از نظر روانی غنی بوده است. زندگی من پر از تجارب گوناگون بوده است. از نظر هیجانی زندگی غنی داشتم. خیلی تجارب نو و بدیعی در زندگی داشتم. یا میاد پایینتر اسلاید 11، چه سوال 11 ببخشید. در بستر مرگم احتمالاً خواهم گفت زندگی جالبی داشتم. در هنگام مرگ احتمالاً خواهم گفت کلی چیزها دیدم و یاد گرفتم. زندگی من یک فیلم یا رمان خوب میشد. میگه ببین اگر قنا ببخشی به زندگی، چیزهای عجیب غریب امتحان کنی، غذا، سفر، اینو من یه جا دیگه هم صحبت کرده بودم، به جای اینکه کالا جمع کنی تجربه جمع کن. و جالبه یه سری از اقتصاددانا هم دارن به این نتیجه میرسن که سرمایه‌گذاری بشر جدید به شدت روی کسب اندوختن تجربه‌های جدیده، نه کالای جدید. مثلا شما به اون شهر سفر کردی؟ تا حالا مثلا غواصی رفتی؟ بانجی جامپینگ رفتی؟ اقیانوس آرام رفتی؟ نمیدونم فلان غذا رو خوردی؟ در فلان کنسرت شرکت کردی؟ میگه وقتی قنا میاد پایین و زندگی لخت و اور میشه، اون بحران معنا هم کم کم میاد بالا. و یکی از چیزهایی که مینینگ رو تقویت میکنه اینه که شما ریچنس داشته باشی. ولی تاکید نداره که حتما باید همه چی مثبت باشه. برای همینه که شما میبینی آدمایی که میگن سرد و گرم چشیدن ممکنه احساس معنا کنه. او همه چی بلای اومده سر نمیاد. اینجوری شدن، ورشکست شدن، نمیدونم شدن، بلا اومده بالا. ولی اونها رو دستمایه اندوخته قنای زندگیش میکنه. و اونم خودش یک چالش دیگه است. غنی کردن زندگی یکی از پیشنهادهای دیگه استیون هاین است.